بلوچستان در طول تاریخ یک سرزمین مستقل دارای حکومت‌ها و پادشاهی‌های خود بوده است. این سرزمین تاریخی اولین شهر جهان به نام مهرگرد را در خود داشته که بیش از 9000 سال قدمت دارد. در باب تاریخ بلوچستان باید بدانیم که سال 800 قبل از میلاد ملک سمیرامیس آشوری، یکی از معروفترین شاهان بابل، با 100,000 نیروی جنگاور به بلوچستان که در آن دوره اسمش ماکا یعنی مکران بود حمله کرد، ولی در برابر بلوچ‌ها شکست خورد و به سختی و با تنها 20 نفر از نیروهایش از مهلکه فرار کرد. سال 559 پیش از میلاد مسیح کوروش مؤسس حکومت هخامنشی برای اشغال بلوچستان حمله کرد، اما پس از نبردی سهمگین به سختی از بلوچ‌ها شکست خورد و با 7 نفر از نیروهایش از صحنه فرار کرد. دو پادشاه دیگر هخامنشی بعد از کوروش یکی بعد از دیگری در سودای اشغال بلوچستان به این سرزمین حمله کردند. در نهایت در دوره داریوش بعد از جنگ‌های طولانی مکرانی‌ها در یک جنگ نابرابر شکست خوردند و این منطقه برای مدتی به تصرف هخامنشیان درآمد، اما با این وجود حاکمان بلوچ موقعیت خود را حفظ کردند. بعداً در اواخر دوره هخامنشیان با تضعیف شدن هخامنشیان توسط سلوکیان یونانی و ورود اسکندر به منطقه، بلوچستان مبارزات استقلال را به پیش برد و بار دیگر استقلال خود را باز یافته و قلمروی خود را نیز توسعه داد. سلوکیان به فرماندهی اسکندر مقدونی در بازگشت از هند به بلوچستان که یونانیان آن را گدروزیا می‌خواندند حمله کردند که بلوچ‌ها در مقابل ارتش 500,000 نفری یونانیان ابتدا جنگ منظم نمودند، اما به خاطر کمبود امکانات سپس از تاکتیک جنگ چریکی استفاده کرده و سپاه اسکندر تلفات زیادی وارد کردند. سلوکیان یونانی در جنگ با بلوچ‌ها مجبور شدند به سمت تله بلوچ‌ها یعنی صحرا بروند که در این تله 2/3 از ارتش اسکندر به علاوه همه غنایم جنگ هندوستان را از دست داده و به سختی از بلوچستان فرار کردند. پس از آن در سال 125 میلادی سلسله پادشاهی پارادای بلوچستان توسط شاه یولامیرا یا همان یولمیر شکل گرفت و برای 175 سال به پایتختی لورالای کویته این شاهان بلوچ حکومت کردند. در این مدت سکه ضرب کرده و کتیبه‌های ارزشمندی از خود به جای گذاشتند. پس از آن بنا به نوشته فردوسی در شاهنامه، کیخسرو فرزند سیاوش که به جنگ افراسیاب میرفت از شاه مکران برای جنگ با افراسیاب کمک خواست که شاه مکران نپذیرفت و کیخسرو کینه به دل گرفت و آهنگ جنگ با شاه مکران کرد که بعد از نبرد طولانی بین این دو پادشاه شاه مکران شکست خورد و فرمانده سپاه دشمن به نام اشکش چند ماه به غارت بلوچستان پرداخت و بعد از 1 سال بلوچستان را ترک کرد. در این زمان بلوچ‌ها مستقل بوده و حکومت‌های مکران، سیستان، پارادا و توران جملگی تحت سیطره بلوچ‌ها بودند. تورانی که از آن صحبت می‌کنیم همان توران معروف است که در شاهنامه ذکر آن بارها در مقابل ایران به میان آمده. این یعنی بلوچ‌ها همواره در پیکار با ایران بودند. سپس با قدرتگیری اردشیر بابکان و ایجاد سلسله ساسانی در ایران، شاهان بلوچ از توران و مکران و پارادا نزد او رفته و شاهنشاهی او را بدون جنگ پذیرفتند و شاهان مناطق خود بودند و هیچ اثری از ساسانیان در بلوچستان ظاهر نشد، چون سلطه کامل بلوچستان به دست خود بلوچ‌ها باقی ماند. حکومت مستقل بلوچستان همواره خار چشمی بود برای شاهان ساسانی، لذا انوشیروان که نزد بلوچ‌ها به ظالم معروف است، در منطقه جبال بارز کرمان و جیرفت به بلوچ‌ها حمله کرده و به گفته فردوسی دست به نسل کشی بلوچ‌ها زد تا جلوی جنگاوران بلوچ برای پیشروی را بگیرد. با رویکار آمدن عرب‌های مسلمان و از بین رفتن حکومت ساسانیان، حکومت بلوچستان همانند مناطق دیگر به دست خلفای راشده، اموی و عباسی و شخصیت‌های مسلمان عرب افتاد. پس از مسلمانان عرب در اواخر دوره عباسیان بلوچ‌ها دوباره مستقل شدند. بلوچ‌ها پیش از آن نیز توسط یعقوب لیث سکایی بلوچ اهل نیمروز یک سلسله حکومتی بزرگ شکل دادند. پس از مدتی مغول‌ها به بلوچستان یورش بردند. حکومت بلوچستان در آن زمان دست سلسله معروف به ملک‌ها افتاد. سلسله ملک‌ها یا ملوک مکران قرن 6 هجری قمری در بلوچستان آغاز شد
و سپس به کل بلوچستان که در آن دوره معروف به مکران بود گسترش یافت و تا پایان دوره صفوی این سلسله ادامه یافت. ملوک معروف این دوره ملک تاج الدین، ملک نصیرالدین، ملک دینار، ملک جلال الدین، ملک شمس الدین، ملک شاه مظفر و ملک میرزا بودند. سپس در قرن 15 میلادی سلسله حاکمان رند و لاشار نوادگان میر جلال خان شکل گرفت و میر چاکر فرزند میر شیحک با فتح خضدار، کلات، کچکی، دره بولان، سبی گستره حکمرانی بلوچ‌ها در بلوچستان شرقی را تا سند رساند. پس از آن سلسله خانات کلات در قرن 16 در شرق بلوچستان شکل گرفت و رفته رفته به کل بلوچستان گسترش یافت و حاکمانی چون امیر سمندر خان، امیر عبدالله خان قهار، امیر نصیر خان نوری با گرفتن اصفهان و برانداختن حکومت صفویه و سپس گرفتن هندوستان به همراه احمد شاه ابدالی افغانستان دایره نفوذ بلوچ‌ها را در سطح منطقه گسترش دادند. پس از آن بلوچ‌ها در قرن 18 بر سند یورش برده و با فتح سند توسط امیر فتح علی خان اول شهدادانی سلسله تالپور را شکل دادند که تا 2 قرن و نیم و شکلگیری پاکستان امتداد یافت. در قرنهای اخیر پس از 700 سال حکمرانی بلا منازع مستقل بلوچ‌ها در بلوچستان در نهایت در بازی بزرگ قرن 18 بین انگلیس و روسیه بلوچستان توسط انگلیس اشغال و برای ایجاد مرز حائل با وارد کردن قاجاریه به بلوچستان این سرزمین به 2 نیم تقسیم شده و استقلال خود را از دست داد و بخش غربی تحت اشغال ایران قاجاریه شد. در بلوچستان غربی با ضعف حکومت قاجار در پایان کار میردوست محمد خان بارکزهی و عمویش بهرام خان بلوچستان را متحد کرد و حکومت مستقلی شکل دادند که 21 سال دوام یافت. اما با شکلگیری حکومت پهلوی و حمله رضاخان پالانی به فرماندهی جهانبانی به بلوچستان این سرزمین به اشغال فارس درآمد و تاکنون بیش از 9 دهه است که تحت استعمار حکومت فارس یعنی ایران کنونی باقی مانده است و بار دیگر نبرد برای آزادی و احیای دوباره حکومت بلوچستان ادامه دارد.